تسلیم نخواهم شد. زندگی میکنم برای رؤیاهایی که منتظرن به دست من واقعی شوند. من فرصتی برای بودن دارم، پس ساکت نمی نشینم. میگذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها شاهکار زندگی خود هستم. کافیست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم. چون رویاهای من آنجاست و من فقط یک بار فرصت زندگی کردن را دارم. همیشه که نباید همه چیز خوب باشد. در دل مشکلات است که آدم ساخته میشه. گاهی همین سختی ها و مشکلات پله ای می شوند به سمت بزرگترین موفقیت ها. در مواقع سختی ناامید نباش. برای آرزوهایت بجنگ و محکمتر از قبل ادامه بده. چه بسیارند جاده های همواری که به مرداب ختم می شوند و چه بسیارند جاده های ناهموار و صعب العبوری که به زیباترین باغ ها می رسند. تسلیم نشو. شاید پله بعد ایستگاه خوشبختیت باشه.